با ناترین خبرها از عالم ورزش تاجیکستان و جهان منظور شماست. نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی خبر در استودیو امید احمدزاده. سلام. در قاره آسیا فرزند ملت تاجیک به همتا و بنظیر بوده است. پهلوانی نامدار و موفق تاجیک کامرانشاه استوپیریون با عالمیان گفت که کسی پیش زور توان او ایستادگی کردن نمیتواند. کامرانشاه در مسابقات قهرمانی آسیا اوید به جودو در رقابت‌ها نمایندگان اردن، هندوستان و ازبکستان را مغلوب کرد که آخرین میزبانی چهاربینی بود. در مسابقات قهرمانی آسیا در دور فینالی کامرانشاه رقیبش را که نماینده کشوری بود که جودو از آنجا سرچشمه میگیرد مغلوب کرد. با افتخار قهرمانی آسیا 2016 اوید به جودو در تاشکند ازبکستان سرود ملی و پرچم دولتی تاجیکستان بلند شد. زحمت‌های شبانه روزی کامرانشاه نشان برنجی را به طلا مبدل کرد. کامرانشاه استوپیریون و سید جلال سعیدов سال گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا که در کویت برگزار شده بود صاحب جای سوم و نشان برنجی گردیده بودند. اما نتیجه امسال همگان را به حیرت آورد. غلبه بنظیر را برای تمام مردم تاجیک و خصوصا به دوستداران گوشتین مبارکباد میگوییم. برنده مدال طلا کامرانشاه استوپیریون در وزن 90 کیلو توانست که در مسابقه قهرمانی جودوی آسیا که روزهای 15 و 16 اپریل در تاشکند برگزار شد، پهلوان نامدار تاجیک کامرانشاه استوپیریون در وزن تن 90 کیلوگرم همه رقیبان را شکست داد و صاحب مدال طلا شد. کامرانشاه در دور اول بر ایول سلمان حمد از اردن و در دور دوم بر اوتر سینخ از هندوستان غالب آمد. او در دور نیمه نهایی بر شیرالی جوراєв ازبکستانی دست بالا شد و در قو آزمایی نهایی بر نماینده ژاپن یوسوکی کوبایاشی پیروز گشت. Просим всех встать, звучит гимн Таджикистана. قهرمانی آسیا اوید به جودو در تاشکند که میان مردان و زنان صورت گرفت، از 31 کشور همگی 233 ورزشگر شرکت داشت. در هیئت منتخب تاجیکستان 8 گوشتینگیر شامل بود. 3 نفر ورزشکار ما شوراجان فخریزاده، سید جلال سعیدов و محمد مراد عبدالرحمانов جایهای هفتم را صاحب شدند. 4 گوشتینگیر دیگری تاجیک در دوره‌های اول شکست خوردند. بدین ترتیب منتخب تاجیکستان با یک مدال طلا و 3 جای هفتم در حساب عمومی دستوی مقام ششم را کسب کرد. ژاپن با 4 مدال طلا، 3 نقره و 4 برنجی جای اول را گرفت. مغولستان در زینه دوم و قازقستان در زینه سوم جایگیر شدند. دسته میزبان ازبکستان بعد منتخب تاجیکستان جای هفتم را صاحب شد. مسابقات قهرمانی آسیا اوید به این نوع ورزش رشته المپی از سال 1966 دایر می شود و ورزشکاران تاجیک طول سالهای شرکت خود در این مسابقات همگی 14 مدال، 1 طلا، 5 نقره و 8 برنجی به دست آوردند. باید قید کرد که کامرانشاه استوپیریون نخستین نماینده تاجیکستان است که در تاریخ جودوی تاجیک با عنوان قهرمان آسیا مشرف گشت. او بعد گرزانداز مشهور دلشاد نظرов دومین ورزشکار است که حقوق شرکت در بازی‌های تابستانه المپی سال 2016 را به دست آورد. در این پیروزی‌های کامرانشاه سهم پدرش مربی ورزیده گوشتی اوستا اوستاپیروف و استاد فعلیش متخصص معروف روسیایی ولادیمیر الچانینوف بزرگ است. قبلا الچانینوف مربی رسول باقیوف برنده مدال برنجی المپیاد سال 2008 در پکین بود. یادآور می‌شویم که کامرانشاه استوپیریون سال گذشته در مسابقه قهرمانی آسیا در کویت در وزن تن 90 کیلوگرم مقام سوم را به دست آورده بود. کامرانشاه استوپیریون سال 1993 در ناحیه مسچای ولایت سوخت در عائله ورزشکار به دنیا آمده است. او بعد اتمام مکتب میانه دانشگاه دولتی شهر خوجند را نیز با موفقیت ختم کرده است. کامرانشاه استوپیریون غالب گران پری جودو 2014 در آستانه قزاقستان میباشد. او سال گذشته در گران پری جودو در ازبکستان سزاوار جای دوم شد. همزمان صاحب مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا در کویت گردید. کامرانشاه در جام کشاد آسیا 2015 در تایوان شرکت نموده مدال نقره این مسابقات را به دست آورد. از سال 2012 این جانب کامرانشاه استوپیریون به 10 گانه ورزشکاران بهترین سال تاجیکستان شامل می شود. در ریتینگ فدراسیون بین المللی جودو کامرانشاه استوپیریون میان بهترین پهلوانان جهان در مقام 13 قرار دارد. قهرمانی فعلی آسیا اوید به جودو را در شهر خوجند ولایت سوخت دوستداران ورزش گرم و صمیمی استقبال گرفتند. کامرانشاه استوپیریون از مسابقات قهرمانی آسیا که در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برپا شد با نشان طلا به وطن برگشت. در مرکز ولایت سوخت یکمین ورزشکار تاجیکستان که بار اول به گرفتن مدال طلای چمپیونات آسیا مشرف گردید، گوشتینگیر شناخته تاجیک کامرانشاه استوپیریون را گرم و صمیمی استقبال نمودند. معاون رئیس ولایت سوخت نظیره غفاری این ورزشکار شناخته تاجیک را به دستاورد ارزنده‌اش تبریک و تهنیت گفته با او موفقیت‌های بی‌نظیر تمنا کرد. باید یادداشت شویم که در چمپیونات آسیا اوید به جودو که سنه‌های 15 و 16 اپریل در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان برگزار شد، ورزشکار شناخته تاجیک کامرانشاه استوپیریون در وزن تن
90 килограмм ҳамаи ҳарифонашро шикаст дода ба гирифтани медали тилло мушарраф шуд. Комроншоҳ дар даври аввал варзишгари Иордания Иола Салман Хамад ва дар рақобати дуюм намояндаи Ҳиндустон Афтар Сингхро шикаст дода ба даври нимниҳоӣ роҳ ёфт. Ӯ дар даври нимниҳоӣ ба варзишгари Ҷумҳурии Ӯзбекистон Шералӣ Ҷураев ғалаба карда дар даври ниҳоӣ куштингири Япония Юсуке Кабаяширо мағлуб кард. من افتخار از آن دارم که در این 25 سال استقلالیت اولین ورزشکاری که در رشته جودو در بین کلانسالان قهرمان آسیا گردید و من میسر گردید و کوشش میکنم که سخت تمرین کنیم در مشق‌های دست جمعی خوب آمادگی دیده به المپیادا نه تنها اشتراک کردن بلکه یک مدال یک تحفه به مردم عزیزم تحفه کردم.